در نماز جماعت وقتی آمدیم که رکعت آخر در التحیات هستند، آیا نیت کنیم یا نه؟ یعنی وقتی میگوییم که در نماز که مردم در آخران رکعت نشستگی و تشهد میخونند، یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات همین را میخونند. در همین حالت که آمدین، اگر نماز چی 2 رکعته باشد یا چی 4 رکعته باشد چی 3 رکعته باشد، شما برابری آمدن، همون آمدن تو خودش نیت های. شاید نیست بگی نیت کردم بگذارم 3 رکعت فرض نماز شام روی آوردم به قبل دیگه. همین آمدی الله اکبر تا بگو، دستات تا همین نرمی های گوشت بردارو، دستا همه انگشتا طرف قبله و الله اکبر بگو، راست برا بشی. زیرا اطاعت امام در مذهب خودمان واجبه. نشستی تشهد بخوان، تحیات بخوان، دروداشان بخوان. وقتی که اونا سلام دادن تو سلام نتی، ایجاد بخیز، 4 رکعته که باشد همون نیتی کردگی خودش علاقه قبوله. دیگر همون فاتحه را میخوانی، اول همون سبحانک اللهم را بخوان، بعد سوره فاتحه را بخوان، زمین سوره را بکن، دیگر همون ترتیب نماز رفتن بگیر. نیتش ضرورت ندارد، الله اکبر بگو بسه.